الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. سلام خود را خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی تقدیم می کنم. امیدوارم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. برنامه آگاهی دینی از روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 4 الی 5 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم است رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی به نشر میرسد. شما سوالات شرعی داشته باشین می توانید بپرسین. شماره تماس ما هست 020 250 16 73. شما می توانید به این شماره تماس بگیرین و سوالات شرعی خود را بپرسین. موضوعی که در این برنامه انشالله به صورت فشرده و مختصر روی آن صحبت میکنیم راجع به وفا به عهد و پیمان است. دین مقدس اسلام واقعا دینی است که همیشه پیروان خود را به امور دستور می دهد که او مملو از الفت، محبت، صمیمیت، اتحاد، اتفاق و اعتماد است. و یکی از مواردی که بسیار زیاد سری از او تاکید شده مسئله ای است که وقتی یک مسلمان با یک کسی عهد و پیمان میکنه باید با عهد و پیمان خود وفا بکنه. یعنی الله متعال قرآن کریم به این مسئله زیاد تاکید کرده و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم در احادیث قولی به این مسئله دستور دادن و در عین حال خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عهد و پیمانی که داشتن و عهد و پیمانی که کرده بودن با اون وفا کردن. اصحاب ایران پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شاگردان مکتب و مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم درسی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد گرفته بودند خودشان با آن عمل کردند و در عین حال او را به نسل‌های بعدی انتقال دادند. در مسئله وفا به عهد قبل از اینکه در ارتباط معنا و مفهوم وفا به عهد در این ارتباط بپردازیم و همچون اقسام وفا به عهد چند مثال را از اصحاب و یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ارتباط وفا به عهدشان خدمتتان به صورت مختصر عرض میکنم. صحابی جل قدر به نام انس فرزند نضر یکی از صحابه بسیار جل قدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ایشان در غزوه یا در جنگ بدر که در سال 2 هجری به وقوع پیوسته بود در این جنگ حضور نداشت، حاضر نبود و غایب بود. بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر من در این جنگ اشتراک می داشتم چنین و چنان می کردم. و در این حال آرزوی از این داشت که در جنگ یا غزوات دیگر حضور پیدا بکنه و اشتراک بکنه و خوب جهاد بکنه و هدفش از جهاد هم اعلای کلمت الله بود و در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داشت. بنابراین سال بعدی در غزوه احد در جنگ احد حضرت انس ابن نضر اشتراک کرد که در ابتدای جنگ پیروزی از آن مسلمان ها بود. بعد در وسط جنگ یک سلسله مشکلات های البته رخ داد که مسلمان ها آشفته شدن و پریشان شدن، یک نوع شکست خوردن و زیادی از اصحاب ایران پیغمبر شهید شدن. در این وقت انس ابن نضر حاضر میشه که با سعد ابن معاذ روبرو میشه، با این مقابل میشه. سعد ابن معاذ هم یکی از اصحاب و یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یکی از کسایی بود که واقعا در مدینه بسیار فعالیت های زیادی داشت و فعالیت کرد و زمینه ساز آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه که البته سعد ابن معاذ و همچنان اسعد ابن زراره و اسید ابن حضیر و مصعب ابن عمیر
و این معلمین و اینها کسایی بودند که واقعا در مدینه زیاد فعالیت کردند و اذهان مردم را به نفع اسلام و به طرف اسلام متوجه ساختند که مسلمان شدن و بعدا پیغمبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کرد. با اینا مقابل شدن. بعد از او انس برای کی میگه؟ برای حضرت سعد بن معاذ میگه که بشتا به طرف جنت، یعنی برز جهاد بکو. گفت قسم به الله من بوی بهشت را از عقب امی کوی احد در میابم، بوی بهشت را. بعد از او در این جنگ میرزمه و جهاد میکنه. بعد از او شهید میشه. بعد از این شهید میشه. بعد از شهادتش که اصحاب و یاران جسد مبارک را پیدا میکنن که تقریبا 70 و چند شمشیری خورده بود، یعنی تمام بدنش زخمی بود و در پلوی از او مشرکین اعضای بدن آن را مسله کرده بودند، قطع قطع کرده بودند. بعد از او همین آیه قرآن کریم نازل شد که رجال من المؤمنین رجال، از مؤمنها یعنی مردانی هستند که اینها با عهد و پیمانی که با الله بسته بودن وفا کردند. بعضی از ایشان شهید شدند و بعضی هم در انتظار شهادت هستند و در عقیده و باور خود هیچ نوع تغییر و تبدیلاتی را نیاوردند. یعنی این آیه قرآن کریم در ارتباط انس ابن نضر و همچنین امثال ایشان نازل شد که اینها در غزوه بدر اشتراک نداشتند و عهد و پیمان کرده بودند که اگر زمینی از این مساعد شود ما در راه الله جهاد میکنیم. که یعنی اینجا هم یک نوع در ارتباط وفا نمودن با عهد و پیمانی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسته بود که یا رسول الله اگر چنین زمینی مساعد شود حتما ما در این راه انشالله میبینیم که باز چگونه میرزم و جهاد میکنم. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کسی بود که اولین بار پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با ایشان عروسی کرد که پیغمبر 25 ساله بود و حضرت خدیجه 40 سال عمر داشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایشان ازدواج کرد و بعد از او که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث شد، یعنی مشکلات ها و سختی های زیادی را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم متحمل شد. یعنی خیلی سختی ها، بسیار مشکلات های زیادی را. هر مشکلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او مواجه می شد، حضرت خدیجه هم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کمک و همکاری مولی کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که زمانی که مردم مرا تکذیب کردن و حرفهای مرا دروغ فکر میکردن، خدیجه حرفهای مرا تصدیق میکرد. وقتی که مردم مرا از خود دور ساختن، خدیجه مرا در کنار خود گرفت. زمانی که مردم کمک و همکاری خود را قطع کردن، حضرت خدیجه مرا کمک و همکاری کرد. یعنی تا زمانی که حضرت خدیجه حیات و زنده بود، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ازدواج دیگه نکردن و نهایت احترام به حضرت خدیجه داشتن. زمانی که حضرت خدیجه وفات کرد، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم همیشه از خدیجه یاد میکرد، همیشه یاد میکرد و در عین حال حتی وقتی اگر حیوانی را ذبح میکرد، یک گوسفند یا بزی را ذبح میکرد، اول از گوشتی از او به خویش و اقارب به دوستای حضرت خدیجه روان میکردند. یعنی حتی دوستاهای از او را حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام و عزت و اکرام میکرد. یعنی این هم عهد و پیمان زوجیت است. حتی بعد از وفات خانم خود را فراموش نکردند، چون مسئله ازدواج هم یک عهد است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردین با عهد و پیمان خود وفادار باشید. یکی از عهد و پیمان همین مسئله نکاح و ازدواج است که یعنی بعد از وفات ایشان خانم خود را فراموش نکرد، حتی همیشه تا زمانی که حیات بود از اونا یاد میکردن. وفا به عهد چی است؟ وفایی است که انسان به پیمانه‌های خود، به وعده‌های خود، به وظایف خود پایبند باشه. وفا به عهدی است که انسان به پیمانه‌های خود، به وعده‌های خود، به وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده داره به او پایبند باشه.
اینا میگن وفا به عهد، به عهد و پیمان. یعنی عام است دیگه. همین آیاتی را که خدمتتون تلاوت کردم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردین با عهد و پیمان خود پایبند باشید. اینجا به حساب عام است که انشاءالله در اقسام عهد و پیمان اینجا به اشاره میکنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. شما به عهد و پیمان خود وفادار باشین، چون از عهد و پیمان روز قیامت از شما پرسیده میشه، سوال میشه. یعنی از عهد و پیمانی که میبندین از شما پرسیده میشه و از شما سوال میشه. و در دیگر جا الله میفرماید و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، و به عهد و پیمان پروردگار وفا بکنین زمانی که با الله عهد و پیمانی میبندین، با عهد و پیمانتان وفا بکنین. در ارتباط اقسام وفا نمودن به عهد و پیمان اقسام و انواعی داره. اول وفا در ارتباط با الله سبحانه و تعالی است. عهد و پیمانی که با الله بسته‌ای، با او عهد و پیمان انسان وفادار باشه که الله سبحانه و تعالی قرآن کریم میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. الله میفرماید که آیا ما به شما تعهد نکرده بودم، از شما عهد و پیمان نگرفته بودم ای فرزندان آدم، الا تعبدوا الشیطان، عبادت نکنین شیطان را، انه لکم عدو مبین، یقینا شیطان به شما دشمن آشکارا هست. ببینید شما یگانه دشمنی که انسان را از اینکه با عهد و پیمان خود وفا بکنه او مانع واقع میشه شیطان است. یعنی 3 موانع وجود داره. 3 موانع است که انسان از رسیدن به هدف خود، یعنی این موانع در پیش روی خود داره. 3 موانع هست در پیش روی انسان که این موانع خیلی موانع خطرناک است که عبور کردن از این موانع بسیار تصمیم قاطع میخواه از انسان، که تصمیم قاطع داشته باشه که از این موانع عبور بکنه. 3 موانع است. اگر از این 3 موانع یک انسان بتونه که عبور بکنه، او در دنیا و آخرت سعادتمند و کامیاب میشه. موانع اول شیطان است. موانع اول شیطان است که الله سبحانه و تعالی به ما در قرآن کریم در آیات‌های متعددی به ما بیان کرده که این الشیطان لکم عدو مبین، شیطان به شما دشمن سرسخت است و دشمن آشکارا است. و هم الله تعالی قرآن کریم برای ما بیان کرده که متوجه باشین این شیطان تنها دشمن شما نه، بلکه دشمن پدر و مادر شما، یعنی بیبی حوا و آدم علیه السلام بوده. بعد الله قصه و داستان از این را بیان میکنه که آدم و حوا به داخل جنت بودن و همین وساوس شیطان اینها را از جنت بیرون کرد، لباسهای اینها را از بدنشون بیرون ساخت. یعنی شیطان این تو دشمن خطرناک است که حتی لباس پدر و مادر شما را، یعنی بابای شما را که آدم و حوا است و بیبی شما را که حوا است و بابای شما را که آدم است، لباسی از اونها را از بدنشون بیرون کشید. متوجه باشین این دشمن بسیار خطرناک است. مانع اول شیطان است. همیشه شیطان در پیش روی ما قرار میگیره و اجازه نمیده که با اون هدفی را که ما داریم، هدف ما رضایت و خوشنودی الله است، با او برسیم. موانع دوم نفس است. هوای نفس اماره بالسوء است، خواهشات نفسانی است که این هم الله متعال قرآن کریم این النفس لاماره بالسوء، نفس، بعضی از نفس او انسان را همیشه با کارهای زشت و بد انسان را دعوت میدهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که دشمنی تو در پلویت است. یعنی هدف از او همین نفس است که مبارزه با نفس. الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، یعنی انسان هوشیار کسی است که بالای نفس خود کنترل داشته باشه و عملی باشه که با آخرتش به دردش بخوره. و موانع سوم فضای حاکم جامعه است.
فضای حاکمی جامعه، محیطی که در اونجا زندگی میکنیم، این محیط هم تأثیرات خود را بالای ما و شما می داشته باشه. اگر در جامعه و در محیط زندگی میکنیم که کسی به عهد و پیمان وفا نمیکنه، عهد و پیمان میکنه، در عهد و پیمان خود وفا نمیکنه، بعد ما هم از اونها یاد میگیریم. چرا در جامعه همینطور است. اگر به یک برادر بگی برادر شما این ساعت تعیین کرده بودین که میایین، چرا نیومدین؟ والا نشد. برادر این خوب در خلافی است. برادر در کجا برای من نشان بده که یک کسی وعده کرده باشه در سر وعده خود آمده باشه. جامعه همه قسم است. فورا استدلال میکنه از جامعه در محیطی که ما زندگی میکنیم. یعنی پس موانع رسیدن به هدف، موانعی که انسان رضایت و خوشنودی پروردگار را کسب بکنه، موانعی که انسان واقعا به هدفی که در زندگی خود تعیین کرده به او برسه، سه موانع وجود داره. اول شیطان، دوم نفس و سوم هم فضای حاکمی جامعه. این سه موانع یعنی موانعی است که از این عبور کردن ایمان بسیار قوی میخواه. عبور کردن از این موانع تصمیم قاطع میخواه. عبور کردن از این موانع نیت خالصانه میخواه. پس کوشش بکنیم که ما از این موانع عبور بکنیم. در ارتباط سالی را که یک برنده ما پرسیدن، گفتن که ما در خانه بعضی اوقات پول پیسه را میبردارم مگر شوهرم آگاهی نداره، خبر نداره. اولی که شما این پیسه را میبردارین در کجا مصرف میکنین؟ مدارکی که پیسه مصرف میکنین در کجا است؟ اگر در خانه مصرف میکنین، خود چی نیاز است که شما را پت و پنهان میبردارین؟ شما کلان و رئیس خانواده را خبر بکنین که مثلا در این بخش خانواده پیسه نیاز است و باید ما در اینجا مصرف بکنم. شما یعنی اونها را در جریان بگذارین. اگر در صورتی که شوهرتان بسیار آدم ممسیک است و آدم بسیار ممسیک و در این حال مصارف و پولی را در اختیار شما قرار نمیدهد که او اما کفاف زندگیتان را بکنه، مشکلات های شما را برطرف بسازه، باز در اون صورت شما میتونین که همونطوری که خانم ابو سفیان از به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شوهر ما اینمی قسم شحیح هست، یعنی ممسک است، یعنی او قدر مصرفی که پولی در اختیار ما قرار نمیدهد که مشکلات خود را برطرف بسازم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش اجازه داد که به قدری که البته مشکل خانواده را برطرف میکنه شما میتونین استفاده بکنین. پس شما مگه در صورتی که در خانه مصرف میکنین مشکلی نداره. در ارتباط اقسام وفا به عهد، اول گفتیم که عهد و پیمان یا وفا نمودن با عهد و پیمانی که با الله انسان میبنده و بسته میکنه. اول عهد و پیمانی است که الله را عبادت بکنیم و به الله چیزی شریک مقرر نکنیم و همچنین مکلفیت هایی که الله ما را مکلف ساخته که عبارت از نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات پرداختن، حج کردن در صورتی که تواناییش داشته باشیم، دیگه به مأمورات الله متعال عمل کردن و از منهیات پروردگار اجتناب کردن. این همگی عهد و پیمانی است که انسان با الله میبنده. این وقتی که ما کلمه را میخوانیم لا اله الا الله محمد رسول الله، این یک عهد و پیمان بسته کردن با الله و پیغمبر است که یعنی معنیش است که ما تمام اوامر پروردگار را ما پذیرفتیم، قبول کردیم و از همه آنچه که الله منع کرده از او اجتناب میکنیم. ما تمام اوامر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با دل و جان میپذیریم، با او عمل میکنیم. از همه آنچه که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ما را منع کرده ما از او اجتناب میکنیم و دوری اختیار میکنیم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شما میدهد بگیرین و از آنچه که شما را منع میکنه اجتناب بکنین. پس عهد و پیمان با الله و پیغمبر امین است که مکلفیت و مسئولیت هایی را که الله به عهده ما گذاشته باید او را ما به شکل درستش او را به جای بیاوریم و از آنچه که الله و پیغمبرش ما را منع کرده از او ما اجتناب بکنیم. این وفا به عهد و پیمانی است که انسان با الله و پیغمبرش بسته کرده. دوم، وفا به عهد و پیمان با دیگر مسلمان ها، با دیگر انسان ها.
المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها با شروطی که میگذارن، با عهد و پیمانی که کردن باید وفادار باشه. یعنی با یک مسلمان یک عهد و پیمان میکنی، باید با عهد و پیمان خود وفادار باشی. کی از ازدواج گرفته تا خرید و فروش و هر نوع معامله شراکت و از تمام وظایفی که انسان با دیگر انسانها انجام میدهد، تا زمانی که عهد و پیمانی که به گناه نباشه، به تجاوز نباشه، در او معصیت الله نباشه، با او عهد و پیمان باید انسان، یعنی هر عهد و پیمانی که در او رضایت الله سبحانه و تعالی پیغمبر باشه، مخالفت با اوامر الله و پیغمبرش نباشه، با او عهد و پیمان وفا کردن به مسلمان ها لازمی هست و واجب است که با او عهد و پیمان وفا بکنن. به طور مثال یک کس در وقت خواستگاری به خانم خود، به کسی را که خواستگاری میکنه، مثلا یک عهد و پیمان میکنه که وقتی من با تو ازدواج کردم، به طور مثال من مثلا برای تو خانه میگیرم، من مثلا برای تو اینقدر مهر میدهم. یعنی این گپایی که در چوکات اسلامی باشه، وقتی ازدواج میکنه باید با او عهد و پیمان خود وفا بکنه، با او مخالفت نکنه. که بعضی از کسا هستن که در وقت نامزادی به خانم خود بسیار وعده های زیاد میکنن، زمانی که ازدواج کردن باز به هیچ کدامی از او وفا نمیکنن. یا مثلا این مسئله مهر است، یک نوع عهد و پیمان است. در وقت عقد نکاح مثلا یک مقدار مهری را به عهده میگیرن که من در آینده به خانم خود میپردازم. باز وقتی که ازدواج کردن باز او مهر به خانمای خود نمیپردازن، حتی این اصطلاح را استفاده میکنه که کی داده و کی گرفته به این اندازه. یعنی خودش یک عهد و پیمانی است که با این عهد و پیمان شما با یک زن اجنبی عروسی کردین و باید به این عهد و پیمان خود وفا بکنین. و همین طور یک خانم وقتی که نامزاد شده در وقت عروسی به شوهر خود مثلا عهد و پیمان میکنه که با خویش و اقارب آن رویه نیکو می داشته باشه، از حفاظت و از آبرو و عزت شوهر خود حفاظت میکنه و همین گونه از شوهر خود اطاعت میکنه. بنابراین باید با عهد و پیمان خود وفادار بمانه. سوم، وفا در پیمانه و در ترازو. در پیمانه و ترازو این هم خودش یک عهد است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که واوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. الله میفرماید که شما پیمانه و ترازو را یعنی به عدالت بدون کمی و کاستی باید پره بکنین. به این یعنی وقتی یک کسی در طول و ترازو نباید خیانت بکنه. در طول و ترازو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در اشیای مردم، در مال مردم در او کمی و کاستی صورت نگیره، به صورت مکمل برشان بپردازید. یعنی یک کسی دکاندار است، وقتی که یک مواد خوراکی را به یک کسی طول و ترازو میکنه، باید به مو اندازه برابر باید در مقابل پول و پیسه از او باید مکمل برای از او اما مواد خوراکی یا غذایی است هر چی که از برای از او بدهد و در او کمی و کاستی صورت نگیره. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. هلاکت باد برای کسانی که در طول و ترازو کمی و کاستی را می آورند، کم کنندگان در طول و ترازو. الذین کسانی هستند که وقتی که از مردم پیمانه بگیرن، چیزی بگیرن، مکمل و پره میگیرن. وقتی که به مردم چیزی را بفروشن، در او کمی و کاستی در او کم میسازن. یعنی الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا این مردم گمان نمیکنن، یقین ندارن که روز قیامت در پیشگاه پروردگار استاد میشن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه مردم در پیشگاه پروردگار استاد میشن. یعنی روز قیامت در پیشگاه پروردگار چی جواب خواهند داشت؟ ما و شما میدانیم که حقوق دو نوع حق است، یکی حقوق الله است، یکی حقوق العباد است. الله حق خدا یا میبخشه و یا که مطابق امو
گناه انسان او را مجازات میکنه، مگر الله حق بنده را نمیبخشه تا زمانی که بنده خودش نبخشه. یعنی اینجا هم وفا در عهد و پیمان یعنی وفا در طول و ترازو هست. تنها طول و ترازو نیست، مثلا در تانگاهایی که اونجا مردم تیل خرید میکنه، به طور مثال پیسه میدهد که 10 لیتر تیل به ما، اما 10 لیتر تیل اگر نیم لیتر از او کم شود، اینجا خیانت در طول و ترازو هست. مثلا در خیاطی عین شکل همین قسم، با همون اندازه‌ای که 4 متر پیسه از شما میگیره باید اینمو رو به شما لباس جور بکنه. اگر ذره دبو کمی بکنه در تحت از این آیت شامل میشه. یعنی اینجا هم یک نوع وفا در پیمانه در ترازو هست که متاسفانه ما و شما بسیار غرر و فریب ها را میبینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز در بازار عبور میکرد، یک سوپا یک خرواری از گندم اونجا دید، آمد پیامبر کلک مبارک خود را به داخل از او گذاشت، دید که زیری از او تر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که صاحب طعام یا صاحب از این غذا کی هست؟ این گندم کی است؟ یک نفر گفت من یا رسول الله. گفت چرا زیری از این تر است؟ گفت اصابت و سما، گفت باران باریده. خیلی گفت چرا تری به بیرون نمونده تا اینکه مردم ببینه؟ یعنی گندمی که خشک است از بالا گذاشته و تر به زیر. گفت چرا این تر علایده نکرده که تا اینکه مردم ببینه؟ بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من غرنا فلیس منا، یعنی کسی که فریب و فریب بازی بکنه در جان مردم بزنه و از امت ما نیست. بسیار کسان ما و شما داریم میبینیم، به طور مثال در همین میوجات، حتی تا جایی که ما شنیدیم پلاستیکایی که رنگی از او یک کمک خوب است از او استفاده میکنن، سیب و میوه را به داخل از او میگذارن، مشتری میبینه فکر میکنه چقدر یعنی اینها سیباهای بزرگ و بدون عیب است، اما وقتی که پیسه میدهد در خانه میبره که هیچ کدامی از اونها قابل استفاده نیست. یعنی این خودش یک نوع خیانت در عهد و پیمان، در پیمانه و در ترازو هست. یا به شما 1 سیر گفته 7 کیلو گفته به فروش میرسان در حالی که او کمتر از او هست. یعنی اینجا هم خیانت در پیمانه و ترازو است که الله سبحانه و تعالی دستور میدهد که و اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یعنی شما در پیمانه و ترازو وفا بکنین، یعنی پوره بدهین به مردم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مردم را در اشیایشان دو کمی و کاستی نیاورین. و 4م وفا به نظر است. نظر در ارتباط نظر هم میشه که در ارتباط کمک وضاحت بدیم. نظری است که یک کس به الله سبحانه و تعالی نظر میکنه، الله سبحانه و تعالی مشکل مرا برطرف بسازه، ما در راه الله مثلا یک گوسفندی را ذبح میکنم. باز همین نظر 2 قسم است، یکی نظر مطلق است، یکی مقید است. نظر مطلق همی است که یک شخص ایتو نظر میکنه که انشالله همین مریضی ما صحتمند و سلامت شود، در راه الله صدقه میکنم. یعنی این نگفته که چی صدقه میکنه. مثلا اگر غذای پخته کرد به فقرا و مساکین توزیع کرد، این همین نظرش پره شده. اگر مثلا یک پول و پیسه به مردم کمک و همکاری کرد به عنوان صدقه، این نظر از گردن از این ادا میشه. یک نظر مقید است. نظر مقیدی است که یک کسی نظر میکنه به الله که الله سبحانه و تعالی اگر مشکل مرا برطرف ساخت، ما یک گوسفندی را در راه الله ذبح میکنم و گوشتی از او را به فقرا و مساکین توزیع میکنم. این مقید شد. اگر در صورتی که اون مشکلی از او برطرف شد، واجب است برای از اینکه یک گوسفندی را ذبح بکنه و گوشتی از او را به فقرا و مساکین توزیع بکنه. اگر در صورتی که اون مشکلی از او برطرف شد مگر توان خرید گوسفند را نداشت که گوسفندی را خرید بکنه و ذبح بکنه، گوشتی از او را به فقرا و مساکین توزیع بکنه، این چی کار بکنه باید؟ خود در صورتی که اگر کسی که نظر کرد وفا به نظر برش مشکل بود، در این صورت کفاره از او کفاره سوگند است. یعنی یا 3 روز یا 10 مسکین طعام بده و یا 10 مسکین لباس بدهد و یا اینکه 3 روز پی در پی روزه بگیرد در صورتی که توان از اینها را نداشته باشه. خب وفا به نظر یکی از اوصاف صفت مؤمنین است که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه دهر می‌فرماید یوفون بالنذر،
و یخافون یوما کان شره مستطیرا. یعنی مؤمنان واقعی کسانی هستند که به نذرهایی که میکنن با اونها وفا میکنن تا زمانی که نظری که به معصیت نباشه. مثلا پیغمبر حضرت عمر رضی الله عنه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما در منطقه بوانه نظر کرده بودم که یک شب اونجا میرم، این در زمان جاهلیت ما عبادت پروردگار انجام میدیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که آیا در بوانه در منطقه‌ای که شما نظر کرده بودین اونجا آیا میدانی بود که در زمان جاهلیت مردم مراسم یعنی جشن خود در اونجا برپا میکردن؟ آیا چنین منطقه‌ای هست؟ گفت نه خیر. آیا گفت در اونجا کدام وقت بتی را مردم پرستش کرده بود؟ گفت نه خیر. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که به نظر خود وفا بکن، یعنی به نظر خود اونجا برو و نظر خود وفا بکن، یعنی نظری که به خاطر الله باشه، چون نظر یکی از انواع یکی از اقسام عبادت است و عبادت مختص برای کی است؟ برای الله سبحانه و تعالی است. نظر برای الله گرفته میشه، برای احمد و محمود نه. نظر از اقسام و از انواع عبادت است و خاص برای الله است. نظر باید برای الله باشه، نه برای ملائک، نه برای پیغمبر، نه برای شخصی، فقط نظر به خاطر الله، چون از انواع و از اقسام عبادت است. پنجم، وفا به عهد. به هر عهد و پیمانی که انسان میبنده باید به او وفادار بمانه. به خاطر از اینکه پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید آیت المنافق ثلاث، علائم و نشانهای منافقت سه چیز است. یک، اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه در سخنش دروغ میگه. دوم، و اذا اؤتمن خان، وقتی که برش امانت گذاشته شوه یا امانتی برش داده شوه در امانت خیانت میکنه. سوم، و اذا عاهد غدر، وقتی با کسی تعهد بکنه در تعهد خود غدر میکنه، خیانت میکنه. یا و اذا وعد اخلف، وقتی با کسی وعده بکنه خلاف میکنه. یعنی اینجا ببینین و اذا عاهد غدر، وقتی با کسی تعهد بکنه یعنی با تعهد خود وفا نمیکنه بلکه در خیانت میکنه. و فی روایت و اذا خاصم فجر، وقتی با کسی درگیر شوه دشنام میدهد. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر این 4 صفت و این 4 خصلت در هر کس موجود باشه کان منافقا خالصا، او شخص منافق خالص است. یعنی واقعا در منافق بودن از این شک نیست. منافق کدام منافق؟ منافق عملی، چون ما دو نوع نفاق داریم، یکی نفاق اعتقادی است، یکی نفاق عملی. نفاق اعتقادی او بدون شک کافر است، چرا که الله میفرماید که ان المنافقین کان فی درک الاسفل من النار، منافقین در طبقه پایینی جهنم است. اما نفاق عملی نفاقی است که این 4 چیز اگر در او باشه او منافق عملی هست و خالص است، تحت مشیت پروردگار قرار داره، مؤمن و مسلمان است مگر مؤمن و مسلمان ضعیف است. یعنی تحت مشیت او کافر نیست و او از دایره اسلام خارج نیست و او را کافر گفتن نمیتونیم کسی که منافق باشه، منافق عملی البته، مگر اگر از این 4 صفت از این 4 خصلت یک خصلت در او باشه ما میگیم یکی از خصلت های منافق در این هست، اما این را منافق گفتن نمیتونیم. اگر مثلا سخن میگه، دروغ میگه، وعده میکنه، خلاف ورزی میکنه، امانت نذرش گذاشته میشه، خیانت میکنه، وقتی جنجال میکنه دشنام میدهد، اگر یکی از این خصلت ها در او باشه میگیم یکی از خصلت های منافقت در این است، اما منافق نیست. اگر هر 4 خصلت در او موجود باشه این منافق است مگر منافق عملی، منافق اعتقادی نیست که البته کافر گفته نمیشه بلکه مسلمان است، مسلمانی که ضعیف است، توبه بکنه، از کرده خود پشیمان شود. یک سوالی را که یک بیننده ما مطرح کردن، سوالشان این بود که امی مسئله سیر و جادو چه قسم است؟ خب اولی که شما کوشش بکنین که بعد از نمازهایتان امی آیت الکرسی و قل هو الله قل برب الفلق برب الناس را همیشه بخونین، انشالله که سیر و جادو کسی برایتون تاثیر نمیکنه. یک و دومی که کوشش بکنین از امی غیبت و از امی یعنی همیشه زبانتون تر به یاد پروردگار باشه، از کار صبح شما بخونین، انشالله که تعویض جادویش کس برایتون تاثیر نمیکنه.
و اگر در صورتی که همونطور فکر میکنین که شخص جادو شده، کسی که مثلا جادو شده باشه، یک کسی جادو شده و علائم جادو در وجودش دیده میشه. مثلا علائم جادو چند علائم و نشانهایی است که خدمتتون عرض بکنم. کسی که جادو شده باشه به طور مثال زیاد هم تو دلتنگ میشه، زیاد دلتنگی زیاد. و دیگه ای که از علائم نشانه‌های جادویی است که شخص جادو شده بعضی اوقات بسیار گریان میکنه خود به خود، در حالی که هیچ علت و کدام اسبابی نداشته. گریان کردن بی مورد، این هم میشه که از علائم و نشانه‌های جادو باشه. و سوم از علائم و نشانه‌های جادو خنده کردن بی مورد، خنده های بی مورد هم میشه که از علائم و نشانه‌های جادو باشه. و دیگه ای که با یک کسی بد دیدن، یک کسی از یک کسی متنفر شدن در حالی که او هیچ بدی در حق از این نکرده مگر از اون متنفر میشه. این هم ممکن که مثلا یک خانم از شوهر خود متنفر میشه، یا شوهر از خانم خود یا خانم از شوهر خود متنفر شدن بدون اینکه کدام علت و اسبابی داشته باشه. این خودش میشه که از علائم و نشانه‌های جادو باشه. و دیگه ای که با یک نفر نهایت محبت داشتن محبت و صمیمیت در حالی که او هیچ خوبی برش نکرده، این هم میشه که از علائم و نشانه‌های جادو باشه. یعنی زیاد فراموش کردن، مثلا زیاد یاد فراموشی، این هم میشه که از اسباب یا از علائم و نشانه‌های جادو باشه. خصوصا اختلافات و نفاقی در میان زن و شوهر رخ میدهد، یکی از اسباب یا یکی از علائم و نشانه‌های جادو است. خب اگر یک شخص جادو شد چی کار بکنه؟ علاج یا راههای باطل کردن جادو چگونه هست؟ اولی که اولین راهش است که اما کسی که جادو کرده او را شما پیدا بکنین و برش بگوین که آنچه را که جادو کرده از بین ببره، تاثیرات جادو از بین میره. دومی که شما تلاش بکنین، کوشش بکنین که در چی جادو کرده، مثلا تعویض بوده یا قسمتی از موی بوده، هر چی که بوده، شما محلی از او را پیدا بکنین، او را محلش تغییر بدین و او را بسوزانین یا به داخل آب بندازین، تاثیرات جادو از بین میره. و سوم راه حلش چی است؟ سومی است که آیات‌های از قرآن کریم و دعاهای مسنونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که شما این را بخوانین، با آب دم بکنین و آب بدهین به کسی که جادو شده بنوشه و باقی مانده از او غسل بکنه، سر جان خود بشویه، ان شاء الله که اونمو سحر و جادوی از او از بین میره. آیات هایی که برای رد جادو است، اول مثلا خواندن سوره فاتحه. سوره فاتحه را 3 بار بخوانین. دوم آیه 255 سوره بقره، اینم شما 3 بار بخوانین. سوم سوره اعراف از آیه 107 تا آیه 122، این هم 3 بار بخوانین. سوره یونس از آیه 65 از آیه 78 یا 79 الی آیه 82 و همچنان سوره طه هم از آیه 65 که در ارتباط البته مسئله جادو هست، این شما بخوانین. در سوره طه هم آیات های جادو که در ارتباط موسی علیه السلام که با فرعون در ارتباط جادو مبارزه میکنه، این آیات ها را بخوانین. و سوره قل یا ایها الکافرون 3 بار، سوره اخلاص را 3 بار، معوذتین را 3 بار بخوانین. و این دعا را که اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاک شفاء لا یغادر سقما، این را هم 3 بار بخوانین. بالای امو شخصی که جادو شده دم بکنین، شف بکنین، انشالله که الله سبحانه و تعالی این را از شما دور میسازه و جادوتان باطل میشه، از بین میره انشالله. میایم در ارتباط فواید وفا به عهد. چی فوایدی داره؟ اولی که جلب رضایت و محبت الله سبحانه و تعالی است، چرا که الله میفرماید بلا من اوفا بعهده و اتقى فان الله يحب المتقین. کسی که به عهد و پیمان پروردگار وفا بکنه و از الله بترسه، تقوا و پرهیزگاری را پیشه بکنه و الله متعال متقیان را دوست می‌داره. یعنی هر کس به عهد خود وفا بکند و تقوا را پیشه بکند، الله متعال او را دوست می‌داره. یعنی وفاداری نشانه صداقت و پرهیزگاری است و الله متعال انسان‌های متقین را و پرهیزگاران را دوست می‌داره. دوم تقویت اعتماد و اتحاد اجتماعی است.
یعنی منوشی است که امو اعتماد شخصی که به عهد و پیمان خود وفا بکنه در جامعه یک نوع اعتماد ره و پایه های اعتماد ره محکم و استوار می سازه. یعنی در جامعه‌ای که در اونجا وفا به عهد و پیمان صورت بگیره، در اون جامعه اتحاد، اتفاق، الفت، محبت، صمیمیت اینها ایجاد میشه و نهال دوستی در اون جامعه غرس میشه. هر نوع گمان بد، هر نوع شقاق، هر نوع خیانت، اینها همگی صفری از این برچیده میشه و رخت سفر میبنده. بلکه اتحاد، اتفاق، الفت، محبت، صمیمیت در جامعه اسلامی ایجاد میشه. و سوم نشانه ایمان و اخلاق نیکو هست. به خاطری که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نداره کسی که امانت را حفاظت نمیکنه و دین نداره کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمیکنه. یعنی این هم نشانه وفادار بودن و وفا کردن به عهد و پیمان نشانه ارزش‌های اخلاقی است که انسان به ارزش‌های اخلاقی چقدر وفادار بوده. و چهارم جلوگیری از ظلم و از نفاق و از خیانت است. به خاطری که همونطوری گفتیم آیت المنافق ثلاثا. در ارتباط فواید عهد و پیمان گفتیم جلب رضایت پروردگار یک، و دیگه مسئله اعتماد در جامعه، و دیگه جلوگیری از ظلم و نفاق، و پنجم برکت در زندگی و در کسب و کار. یعنی کسی که به عهد و پیمان خود وفا بکنه در کار و بارش خیر و برکت و در این حال مشتریای از او زیاد میشه. اگر کسی کار و بار داشته باشه، به طور مثال یک نفر کارگر است، یک گوساست، یک انجینر است، یک گلکار است، یک نجار است، اگر این وقتی در کار خود امو صداقت ره، امو مسئولیتی که به عهدهش سپرده میشه به صورت درستش انجام بده، دیگه هر کس خواهانی از او است. اما یک کس که خیانت بکنه، مثلا یک کار شما را بگیره درست انجام نده، یک دروازه به شما جور کنه خراب جور کنه، یک مستری هست موتر شما را یک جای درست است او را خراب بکنه و یک جایی که مثلا خراب بوده او را یک بار خرابتر بسازه، بار دیگر شما نزدیک از اون نمیرین. به خاطر از اینکه آدم میگه خیانتکار است یا آدمی درست نیست. خود در امو اگر انسانی که به عهد و پیمان خود وفا بکنه، واقعا در زندگی از او خیر و برکت است. خیر و برکت الله سبحانه و تعالی به اون نصیب میگردونه. و ششم آرامش وجدان و عزت نفس است. انسانی که به عهد و پیمان خود وفا میکنه یک نوع آرامش روحی داره. اگر کسی که به عهد و پیمان خود وفا نکنه، واقعا او به عذاب وجدان گرفتار میشه. یعنی خودش ملامت میکنه واقعا. و اخیری که زمینه سازی وفا و به عهد و وفا به حساب یک کسی به عهد و پیمان خود وفا میکنه، واقعا این شخص یک درس مهمی را به جامعه تقدیم میکنه. یعنی دیگرها مثلا اولادهای از او و در پلوی از او الله سبحانه و تعالی برای از این اجر و ثواب بزرگی عطا میکنه. چون الله تعالی میفرماید که و من اوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. و کسی که با آنچه که الله با عهد و پیمان خود وفا میکنه، الله سبحانه و تعالی اجر بزرگی را برای از او عطا میکنه. و الله تعالی هم در سوره مبارکه مومنون یکی از اوصاف صفات مومنین را بیان میکنه، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. و مومنین واقعی کسانی هستند که اونها به عهد و پیمان خود وفا میکنن. یعنی یکی از امو 7 صفت مومنین را در سوره مبارکه مومنون الله تعالی بیان میکنه، یکی دنبال دیگر، و یکی از اوصاف صفاتشون را بیان میکنه که اینها به عهد و پیمانی که میکنن با عهد و پیمان خود وفا میکنن. و در اخیر یک قصه و داستانی را در ارتباط وفا به عهد خدمتتان به عرض میرسانم. بعد از اون انشالله که برنامه ما هم اختتام میابه. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه 2 نفر یک شخص را آوردن به نزد حضرت عمر. به حضرت عمر گفتن که این نمی شخص قاتل پدر ما است، پدر ما را کشته. حضرت عمر اون نفر را پرسان کرد، گفت آیا پدر از اینا را کشتی؟ گفت بله ما کشتیم. گفت چرا این را کشتی؟ پدر از اینا را چرا کشتی؟
گفت والا من چوپان بز و گوسفند و شتر بودم. یک روز امی شتری من وارد مزرعه از این پدر از اینا شد و پدر از اینها دوید و با یک سنگ امی شتری من زد. شتری را که من چوپان یا عهده‌داری از این به حساب امی شتر بودم. من برش گفتم که نزن. اینها فوراً به سری از این زدن و این شتر جا به جای شد و همونجا مرد. من رفتم امی سنگی را که پدر از اینا شتر زده بود، امی سنگ را گرفتم به طرف پدر از اینا حواله کردم. امی سنگ به پدر از اینها خورد و پدر از اینها هم وفات کرد. این مرد. حضرت عمر گفت خیلی من حد را بالای شما جاری میکنم، یعنی شما پدر از اینا را کشتین و باید قصاص شوین. این شخص گفت که برای من 30 روز وقت بده. 3 روز وقت بده به خاطر از اینکه اولادهای ما در یک بادیه در اطراف زندگی میکنن و نانآوری از اونها بغیر از الله و ما کسی دیگه نیست. ما برم برای از اونها یک خرچ و یک چیزی را آماده بسازم و بعد از او با اونها خداحافظی بکنم و میایم نزد شما دیگر حد را بالای ما تطبیق بکنین. حضرت عمر گفت نه قسم خود نمیشه، تو بروی فرار کنیم و تو را کجا پیدا کنیم. جمعی از صحابه اونجا نشسته بودن. حضرت عمر گفت کی را ضمانت میکنه؟ کی را ضمانت میکنه که اگر نیامد این را گرفته بیاره؟ کلی مردم سکوت کرد. حضرت عمر هم حیران مونده بود که اگر این شخص را قصاص بکنم همین لحظه، اولادهای از او خود در اونجا منتظر پدر خود هستن، کلی از گرسنگی میمیره و اگر این را رها کنم فرار کنه بره و خونی از این مقتول چطور میشه؟ در همینجا دوباره باز گفت آیا کسی کفیل یا کسی را ضمانت میکنه؟ حضرت ابوذر غفاری گفت بله یا امیرالمومنین من را ضمانت میکنم. گفت چطور توی را آیا خانه از این را دیدی؟ گفت نه. آیا پدر از این را میشناسی؟ گفت نه. گفت چطور را ضمانت میکنی؟ گفت علائم و نشانه های مومن بودن را در این شخص من میبینم، صداقت و راستی را در چهره از این شخص من میبینم، بنابراین من را ضمانت میکنم. مقصد گفت متوجه باشی که اگر در 3 روزی نیامد حد را بالای تو جاری میکنم. حضرت ابوذر گفت مشکلی نداره، انشالله که من به الله امید دارم که شخص در 30 روزی که از ما وقت گرفته خدا حاضر بسازه. شخص رفت. 3 روز از این پره شد. وقت نماز دیگر هم است که وقت غروب آفتاب. حضرت عمر را فراموش نکرد. ابوذر گفت نفرت نیامد؟ گفت به طرف آسمان یا که گفت میآید. تا هنوز آفتاب غروب نکرده بود که نفر آمد. نفر که آمد حضرت عمر گفت چطور تو اگه فرار میکردی ما خود را پیدا کردن نمیتونی، چطور خودت پس آمدی؟ گفت از این ترسیدم که همین وفا به عهد از بین نروه، چون من به تعهد کرده بودم. حضرت ابوذر گفت که تو چرا این را ضمانت کردی؟ گفت من از این ترسیدم که ضمانت و خوبی و به حساب خوبی و نیکی با مردم از بین نروه. متوجه شد به طرف 2 تا بچهای از این نفر به حساب مقتول. گفت شما چی نظریه دارین؟ گفت ما را بخشیدیم. گفت چرا؟ گفت به خاطر از اینکه ترس و ایراس از این داریم که امی عفو و بخشش از بین نروه. یعنی یکی از فواید عهد و پیمان امین است. وقتی برنامه تمام است و برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله کریم رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.